سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال خودتون تخممون. امروز میخوایم بریم با 10 تا از بهترین خرگوش‌های خانگی آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. لوپ هلندی پشمولی پر جنب و جوشیه، جزو خانواده نژادهای دوسه کوچک، سر پهن، بدن کوتاه، توپل و پیشونی برجسته‌ای داره. وزنش بین 1 تا 1.8 کیلوگرم. تنوع رنگی زیادی داره. رنگ خدش یک دست یا ترکیبی از چند رنگه. این خرگوش در سال 1979 توسط سازمان پرورش دهندگان آمریکایی به خرگوش شناسایی شده و از اون در صنعت سینما و نمایش استفاده شده. شخصیت کارتون از این خرگوش گرفته شده. این خرگوش گوشهای نرم آویزان داره. بعضی از خرگوش‌های هلیکوپتری دارن، یعنی گوش‌هایشان به صورت افق از سرشون خارجه. ترکیب از خرگوش جرسی و لوپ هم تو بازار هست که ایشون میگن خرگوش لوپ جرسی که جثه از لوپ‌ها بزرگتره یا از جرسی کوچیک‌تره. مهمترین مشخص اینه که زیاد لگد نمیپرونن و نسبت به خرگوش‌های دیگه آروم‌ترن. غذای آنها سبزیجات تازه، پلت و یونجه. به این خرگوش نباید غذاهای فرآوری شده بدهید. مینی لوپ از نژاد خرگوش‌های لوپ آلمانیه. جثه ریز با گوش‌های آویزون، شونه‌های ماهیچه‌ای و پهن، پای کوتاه و 2.5 تا 3 کیلوگرم وزن داره. پر جنب و جوش، باهوش، سرزنده، آموزش پذیره و علاقه زیادی هم به نوازش داره. رال و مفهوم خودش رو به خوبی یاد میگیره. اجتماعیت و خرگوش‌ها و حیوانات دیگه به خوبی ارتباط برقرار میکنن. اون از اسب بازی در به خصوص بازی‌های فکری لذت میبرن. مینی لوپ و لوپ هلندی از انواع خرگوش مینیاتوری هستند. ما خرگوش مینی لوپ نیاز به مراقبت و پایش روزانه داره تا دچار بیماری پوستی نشه. رنگی و طرای مختلفی دارن. خرگوش عروسکی یا خرگوش کوتوله هلندی از کوچکترین نژادهای خرگوشه و بسیار ریزه. بدن گرد و فشرده، گردن کوتاه، گوش‌ها ایستاده و کوتاه، گوش براق و پرپشت. رنگ‌های متنوع و وزنی بین نیم تا 1 کیلوگرم داره. جنب و جوشش زیاده. بهتر محیط زندگیش طوری باشه که بتونه آزادانه بدوه و بازی کنه. آروم، گوشه‌گیر و کمی ترسوه. و محیط زندگیش بود دراز، سر و صدا باشه. خرگوش مستعد گاز گرفتنه. برای خانواده که بچه کوچک داره مناسب نیست. این خرگوش محبوب با ظاهر زیبا معصوم خودش، این خرگوش اسب بازی هم معروفه. این خرگوش برای نمایش در مسابقات پرورش داده شده بود. عمرش 7 ساله. خرگوش لهستانی ترکیب از نژادهای هلندی و هیمالینه. در دهه 1600 میلادی در بلژیک به وجود آمده. هدف اصلی ایجاد اون مصرف گوشتش بوده. از نژاد کوتوله‌هاست، به فضای کم نیاز داره، نسبت به خرگوش‌های دیگه فعالیت کمتری داره. زیبا، آرام، اهلی، صمیمی، مهربونه، خوبی برای بچه‌هاست. از بازی با اونها لذت میبره. بسیار باهوشه، حرکات دست رو درک میکنه، با تکرار و تمرین یاد میگیره. برای دفع ادرار و مدفوعش رو خیلی زود یاد میگیره. تو بعد بازی تر دستی هم استفاده میشه. نیاز به پیاش کمتری داره. دو نوع خرگوش لهستانی داریم. کوتاه انگلیسی یا لهستانی انگلیسی. خیلی کوچک و جمع و جوره. با وزن حدود 1 کیلوگرم و از گونه ژال با چشمایی به رنگ قرمز. خرگوش لهستانی آمریکایی بزرگتر از کوتاه انگلیسی با وزن حدود 1.5 کیلوگرم. رنگ‌های مشکی، آبی، شکلاتی با رنگ چشمای هماهنگ و سفید با چشمای قرمز یا قوطی یا آبی دیده میشه. خطوط کوتوله یا چشم فانتزی معمولاً سفیده و فقط حاله کوچکی از دور چشماش رنگیه. در دهه 1900 میلادی به دلیل استفاده از پوست و گوشتش پرورش داده شده. گذشته زمان به محبوبیت خرگوش کوتوله خرگوش خانگی تبدیل شده. این خرگوش مینیاتوری خط کوتاه متراکم و کاملا سفید رنگ، گوش‌های صاف و ایستاده و گردنی کوتاه داره. وزنش بین نیم تا 1.2 کیلوگرمه. باهوش، آموزش پذیر و روزه. میتونه با شیطنت لبخند به لب شما بیاره. موقع‌ها بد اخلاق میشه. این خرگوش میتونه تمام روز با اسب بازی ساده خودش رو سرگرم کنه. در این حال هم به نوازش شما احتیاج داره. برای موهاش رو به صورت هفتگی با یک برس نرم شونه کنید تا موه اضافهش وارد دهان بدنش نشه. چون که تاثیر گلوله مویی یا انسداد گلوله در این نژاد بسیار شایع است که باعث کاهش اشتباه و یبوست در خرگوش میشه. این خرگوش برخلاف جثه‌ش هم اشتهای زیادی دارن. ولی 1/4 پیمانسی اطلاعات خرگوش برای آنها کافیه. خرگوش مینیساتی بدن جمع و جور، سر و بدن گرد، خد نرم، لطیف و درخشانی داره. دوست داشتنی و آرومه و خیلی زود با اعضای خانواده جور میشه. رنگ‌های مختلفی مثل مشکی، آبی، ابله، شکلاتی، مسی، صدفی، سفید، قرمز، نقره‌ای، سیاه و اپال داره. خرگوش آنگورا مثل بقیه خرگوش‌ها پوشش بدنی نرمتر و بلندتر و نیاز به رسیدگی منظم‌تر داره. در رنگ و اندازه مختلف دیده میشن. به خاطر محیط علندش مصاب بیماری انسداد روده است. علاوه بر رسیدگی منظم باید در رژیم غذایی‌اش حتما از یونجه استفاده بشه تا از ایجاد گلوله‌های مویی در معده و روده‌اش جلوگیری بشه. مرسی اینجا همراهم بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. تا ویدیو بعدی بدرود.